امید جان چه خبر؟ سلامتیت برار. آقا امروز ما با داش امیدیم تو آلمان دوسلدورف. امید تو کمپ تیم ملی آلمان بوده تو برلین، از اونجا زحمت کشید اومد پیش من که همدیگه رو ببینیم. با هم بودیم یکی دو روز، حالا گفتیم یه صحبتی هم بکنیم برای بچه‌هایی که داخل ایرانن، شرایط زندگی تو آلمان، شرایط زندگی آلمان برای بوکسورها، برای ورزشکارا، ببینیم که این شرایط چجوری. همزمان اونور دعوا شده، یکی گاز اشکاور زده تو صورت اون یکی، اون داره جیغ میکشه، اینجا اصلا دیوونه خونه است. آره، حالا تجربه خودم هم راجع به اروپا بهتون میگم. خب امید چه خبر؟ تو کمپ تمرین بودی؟ فدات بشم. اول از همه این که خیلی خوشحالم دیدمت. قربونت برم. دوم از این که من اومدم اینجا میخواستم به قول یارو گفتنی میگن آقا پوریا اومده آلمان بخوایم یه مهمون نوازی بکنیم، ولی کلا برعکس شد، من شدم مهمون. نه دیگه داداش قربونت برم. تو همین که اومدی خودش یه دنیا ارزش داره واسم. و این دو روز واقعا همه چی عالی و پرفکت بود. ممنونم ازت. عشق منی. و دادا آلمان یه چیزی بهت بگم، تو برای بوکسش اینکه چه سنی خوبه که مهاجرت کرد آدم بیاد تو آلمان برای ورزش، برای بوکس؟ وقتی که توی سن خیلی پایین، تو سن 12-13 سالگی اگه باشی فوق‌العاده است. حالا ما بچه‌ها مثلا مخاطبمون همه بچه‌ها مثلا یا ملی پوشن یا قهرمانن، همه سنشون دیگه تو 18 تا 25 26ه. درسته. اینا میتونن بیان اینجا موفق شن؟ ببین موفقیت دو مدل داریم. چون میدونم خودت تو 28 سالگی اومدی. آره. ببین موفقیت دو مدل داریم. این که یک، توی ایران مثلا رزومه خیلی خوبی داشته باشه، مثلا قهرمان باشه، شناخته شده باشه که توی کل دنیا بشناسنش. یعنی وقتی که میاد اینجا نیازی به این نباشه که از صفر، یعنی از اون طبقه اول که مثلا باید بشه قهرمان اون ایالت، قهرمان استان، قهرمان کشور، که بخوان تازه بشناسنش، جوری باشه که شناخته شده باشه، یه پله 100 پله میشه. مشکل دوم به کجا میرسه؟ مشکل دوم اونجاییه که برای اقامت آلمان 5 سال زمان میبره. این بده. ولی میتونه زمانی که وارد اینجا بشه بوکس آماتورش رو انجام بده، در کنارش بوکس حرفه‌ای انجام بده، ولی مثلا توی کشورهایی مثل انگلیس یا جاهای دیگه. اما برای آماتور هر چی سنت پایین تر باشه بهتره. من خودم یادمه که زمانی کشتی میگرفتم پیشنهاد داشتم که برم آذربایجان، برم آلمان. متاسفانه اون موقع مثلا ذهنیتم این بود که آره من چون تک پسر خانواده‌ام باید کنار خانواده باشم و از این چیزا و نرفتم. الان خیلی مثلا یه وقته فکر میکنم راجع به دوران کشتیم، پشیمونم که چرا نرفتم و خوشحالم، میگم یه مسیر دیگه ای باز شد برام. ولی خیلیا این مسیر دیگه براشون باز نمیشه. خیلیا این ریسکو نمیکنن که بیان مهاجرت کنن، برن مسابقه بدن، برن زندگیشون رو بسازن، زندگی بهتر بسازن و اون کامفورت زون، محیط امنشون رو دوست دارن، چون نیاز نیست کار کنن، خانواده داره خرج خورد خوراک، نیاز نیست کار کنن، نیاز نیست غربت بکشن، اونو دوست دارن. دوست ندارن که بیان سختی ها رو تحمل کنن و در آینده یه زندگی بهتر بسازن. حالا یه موضوع دیگه‌ای که بود، از افتخاراتی که از زمانی که اومدی آلمان کسب کردی، یکم من که میدونم تو کاپیتان تیم ملی ایران بودی، تو کیک بوکس بازی کردی، موی تای بازی کردی، بوکس بازی کردی، بوکس تیم ملی بودی، آسیایی رفتی، جهانی رفتی. خیلی خب با هم رفیق، خیلی ساله که با هم رفیقیم، میدونم شرایط چجوری بوده. بعد وزن تو که واقعا وزن سختیه، خیلی وزن سختیه و الان با این شرایط تا اونجایی که میدونم از تو ماه دومی که اومدی تو آلمان، اومدی وارد تیم ملیشون شدی، قهرمان شدی. تو 4 سالی که آلمانی 5 بار قهرمان آلمان شدی، درسته؟ میخوام اینا رو یه توضیح، افتخاراتی که کسب کردی تو این چند سال اخیر میخوام بهم یه توضیح بدی، بچه‌ها بدونن، بریم سراغ سوالای بعدی. ببین بزرگترین افتخارش این بوده که تونستم عضو تیم آی‌اسی بشم و انتخاب بشم برای المپیک. اینو بگم، صدای آمبولانس اینجا فوق‌العاده وحشتناکه،
صدای آمبولانس اینجا فوق العاده وحشتناکه. تو چه شرایط جنگی داریم صحبت میکنیم؟ اون بر دعوا، این بر آمبولانس. این اگه ایران باشه پیاده میشن اون راننده آمبولانس رو میزنن به خاطر این صداش. آره. خب داشتی میگفتی داداش تو تیم آیوسی رفتی المپیک درسته؟ آره من اومدم آلمان بعد از اینکه دعوت شدم به اردو تیم ملی و بعد که قهرمان بوکس آلمان شدم دوستمون وحید سلک گفت آقا تو رزومت خیلی قویه، من از ایران میشناسمت، قهرمانی جهان داری، 2-3 تا توی کیک بوکس، تو بوکس کلی مدال داری، بعد طلای بازی‌های آسیایی داخل سالن، مدال برنز کشور اسلامی و هر تورنمنتی که هر مسابقاتی که میرفتیم دست خالی نبودیم خدا رو شکر. بعد اینجا هم که من قهرمان شدم انتخاب شدم برای مسابقات جام جهانی کل، مسابقات کاپ جهانی ورلد بوکسینگ که اونجا تونستم قزاق و انگلیس رو شکست بدم که پدیده مسابقات هم شدم و مدال برنز گرفتم اونجا قبل فینال. اون بازی هم 3-2 شد، میتونستم به من بدم برم فینال ولی دیگه سیاست‌هاش. همونجا یه نماینده از آیوسی اونجا اومده بود داشت مسابقات رو تماشا میکرد که بعد ما اونجا صحبت کردیم و اینا. رئیس فدراسیون سرپرست فدراسیون آقای هرفولکه اومد گفت ایشون آقای ایگنازیو بودن، گفت آقای ایگنازیو دوست دارن که تو ازت میپرسم میگن شرایط اقامت چجوریه؟ گفتم من درخواست اقامت دادم و اینا، هنوز جواب برام نیومده چون تازه 3-4 ماه بود اومده بودم ولی برای من همه چی تند اتفاق افتاد. بعد گفتش به سرپرست گفت آقا جواب اقامت این اومد، قبولیش اومد، سریع به ما ایمیل بزنید و اینکه ما میخوایم این برای تیم پناهندگان بازی بکنیم. و یه چیز جالبی که من شنیدم راجع به ببین اصلا دیوونه خونه است اروپا، میبینی اصلا یه وضع عجیبی، اون تو این شرایط بیای بالا، اون میگه اسخر، اون میگه نقی، اون داد میکشه، اصلا یه وضع عجیبی. ببین حال به هم زن، من که اصلا از اروپا خوشم نمیاد. حالا یه چیزی که من شنیدم راجع به امید خیلی جالب بود برام، این بود که معمولا کشورها این کارو نمیکنن. از طرف فدراسیون آلمان هم به آیوسی درخواست دادن که تو رو تو المپیک راه بدن بدون پرچم، یعنی حتی اگه تو شاید مثلا با ملی پوش آلمان مسابقه میدادی، اصلا شاید احتمالش بود و اگه مسابقه میدادی و میبردیش برای خودشون بد میشد، ولی با این حال اینا به خاطر اینکه تو تیم ملیشون بودی، زحمت میکشیدی و تو رو دوست داشتن، اخلاقتو دیدن، منشتو دیدن، وقتی تو رو دوست داشتن اونا هم درخواست دادن و این یه دلیلی شد که آیوسی سریع تاییدو بزنه و آره، چون خیلی‌ها میان تو آیوسی باید مثلا حتما مدال جهانی داشته باشن که بهشون مجوز حضور تو المپیک رو بدن، ولی تو بدون مدال جهانی سریع قبول کردن و گذاشتنت اونجا و واقعا مدیون فدراسیون بوکس آلمان هم ببین تمام امکانات این چیزی بود که فکر نکنم کمتر فدراسیون اینو انجام بده. من ندیدم اصلا یه فدراسیون یه رقیب برای خودش درست کنه. اصلا همین الان اسم منو یه سرچ بکنی بنویسی بوندسکادا دویچلند یعنی بوکسینگ، یعنی عضو تیم ملی بوکس، نفر 18 19 اسم منه، وزن 55 کیلو، تمام شرایط و خدمات یک ورزشکار آلمانی که داره اینجا زندگی میکنه رو به من دادن. حالا راجع به درآمد بگو، آیا بوکس آماتور، چون من میدونم بوکس حرفه‌ای زیاد نیست تو آلمان برای وزن تو مخصوصا، سنگ وزن زیاد نیست بوکس حرفه‌ای تو آلمان، خودشون میرن شهرهای دیگه، انگلیس، کانادا، آمریکا. آره. بعد میخوام بدونم که شرایط چجوریه وقتی که شما ملی پوش یک کشوری هستین مثل فور اگزامپل آلمان، شرایط چجوریه؟ چقدر حقوق میدن؟ آیا زندگیت میتونه بچرخه با این حقوق یا اینکه بازم تو دغدغه داری که کار کنی برای اینکه خرج خونتو بدی؟ نه، زمانی که ببین یه فدراسیون میاد ساپورتت میکنه خیلی شرایط فرق میکنه تا اینکه مسائل شخصی باشه. چون معمولا تو ایران همه بنده خدا باید کار کنن دیگه. چون من که میدونم دیگه، خودت هم میدونی رفیقای مشترک زیاد داریم، خیلیشون اسنپ کار میکنن، خیلیشون کارهای دیگه میکنن که بتونن مثلا خرج زندگیشونو بدن و ملی پوشن و این خیلی ناراحت کننده است. الان تو که اینجا داری برای تیم ملی آلمان تمرین میکنی، تو کمپاشون هستی، مسابقاتشون رو میری، حقوقشون که بهت میدن، آیا پول رنت خونت و پول خورد و خوراک چون متأهلم هستی اینا داده میشه یا نه؟ ببین همش از اون درآمدی که در میارم همش چیز میشه،
ببین کاور میشن. کاور میشه. یه مبلغی خود، حالا نمیدونم بگم مبلغ چقدر میدن. نه مبلغ نیست مثلا. آره یه مبلغی خود فدراسیون بوکس میده، یه مبلغی داره خود آیوسی ماهیانه میده، یه مبلغی من شهر نورنبرگ، اسپورت نورنبرگ، مثلا اداره ورزش تهران اینجوری، اداره ورزش خود آلمان داره، نورنبرگ داره یه پولی بهم میده. اون باشگاهی که دارم تمرین میکنم خود همون باشگاه داره بهم یه پولی میده و همون باشگاه من یک خونه پیدا کرده برای من که مثلا نصفشو اسپانسر میده، نصفشو من میدم. یعنی همه جوره براشون مهمه، دارن انجام میدن. یه خونه هم برای من توی برلین گرفتن، یه خونه ورزشی. خونه منو 0 تا 100 هزینه اون توی برلین و اشتاد نورنبرگ میده، یعنی شهرداری نورنبرگ میده، من 1 سنت هم نمیدم. در کنار اینا بذار اینم بگم، در کنار اینا من با لیگ بوکس تا پارسال آلمان، تا پیارسال آلمان بودم، از پارسال لیگ بوکس لهستان بوکس میکنم، تیم چیونچیک. هر بازی هم که میکنم اونجا 1000 تا 1500 تا، بعضی وقتا که حریف خیلی سخته قبلم اعلام میکنن 2000 تا هم میدن. یعنی من توی هر ماه سیو یک بازی هم توی لیگ دارم. خدا رو شکر. پس با این شرایط اگه شما توی یه لول خوبی باشی، مهاجرت کنی و بتونی خودت ثابت کنی، بری ملی پوش بشی، خرج زندگیت، خورد و خوراکت و در کنارش میتونی یه درآمدی هم داشته باشی، این همه به خاطر اینه که اون کشور داره ساپورت میکنه ورزش. همینه که هر دوره المپیک بوکس مدال داره. خب با من جنبندی کنم نسبت به حرفایی که ازت متوجه شدم، اینه که تو این جنبندی اگه شما it's all good yeah? تو این جنبندی اگه شما سنت مثلا زیر 25 باشه، بیای وارد مثلا آلمان بشی ولی کارت خوب باشه تو ایران، جز ستای کشورت باشه، حداقل بیای اینجا تلاش کنی، مسابقه بدی، ملی پوش بشی، دیگه نیاز نیست کاری کنی. از کوچکترین چیزش اینه که اصلا با لیگ بوکس قرارداد می‌بندی، هزینه‌هاتو میگیری دیگه. بدترین حالت ممکنش. آره پس یعنی هزینه‌هاتو میتونی در بیاری. یه چیز بگم پویا، ببخشید وسط حرفت اومدم. ببین من تو ایران شاید تو اون 10 سال 100 تا 150 تا مسابقه داشته بودم. تو این 4 سال اینجا من 100 150 تا مسابقه دارم. ببین خیلی مهمه، ایرانی‌ها شاید ندونم، من این چند روز خب خیلی رفیق ایرانی اینجا دیدم، اومدن سلام علیک کردیم، بودیم با هم صحبت کردیم. 90% ایرانیایی که اینجا هستن جوونا پاسپورت ندارن و پاسپورت آبی دارن. یعنی پاسپورتی که فقط پاس حساب نمیشه، فقط تو ویزا داری که بتونی تو اروپا رفت آمد کنی. بعضیا اونم ندارن، فقط یه اجازه نامه دارن. آره دلیلش هم اینه که خیلی هاشون مثلا دعوا میافتن، یه کاری کردن، یه پرونده هایی دارن. اینجا تو این کشور شما اگه یه پرونده باز داشته باشی خیلی دردسره، خیلی سخت به ویزا میدن، خیلی سخت به پاسپورت میدن. یعنی تو اون 5 سالی که شما داری اینجا ورزش میکنی، 5 سال نباید هیچ خلافی کرده باشی، هیچ دعوایی افتاده باشی، نباید پلیس جلوتو گرفته باشه. دیسکو مثلا اگه برن جلوتو بگیرن، پاسپورتو بگیرن، میزنن یه مور میزنن توش، جریمت میکنن، همون میره تو پرونده. خیلی اذیت میکنه. سیاه نباید کار بکنی. خیلی کشوریه که اذیت میکنه و خیلی سخت میتونی پاسپورت، یعنی باید واقعا اگه میخوای موفق شی به عنوان ورزشکار تو کشوری مثل آلمان، حالا هر کشور اروپایی، شما باید مسیرت صاف باشه، با خودت رو راست باشه. آقا من نمیخوام هیچ کاری کنم، من فقط میخوام ورزش کنم، زندگیمو وقت ورزش کنم و در آخر مطمئنا خدا همیشه میبینه زحماتی که میکشی هیچ وقت بدون نتیجه نمیمونه. من امیدو از خیلی سال قبل میشناسم، همیشه سخت‌کوش بوده، هنوزم میبینم هنوزم سخت‌کوشه و این دلیل موفقیتشه، دلیل این که مثلا المپیک رفته. آرزوی خیلی از ورزشکارای ما اینه که برن المپیک. امید توی کشور دیگه، تو کشور غریب براش درخواست دادن، تونست المپیک مسابقه بده و این واقعا باعث افتخاره. و خوشحالم که داره اینجوری میدرخشی، چون هر ایرانی که داره خارج از کشور تنها زندگی میکنه، سختی داره میکشه، داره یه راهی رو میره، یه مسیری رو میره، اولا که باعث واقعا باید براش احترام قائل شد و دوم اینکه ایرانی که اومده موفق شده، چون بیرون از ایران فقط جنگ مثلا
برای غذا، جنگ برای مثلا پول در آوردن اینا نیست. جنگ برای همه چیزه، چون کلی رقیب داری، همه شرایطشون مهیاست، تو باید برای خودت از صفر بجنگی و این خیلی واقعا برای من قابل احترامه که یه ایرانی داره تو دنیا میدرخشه، داره تو یه کشور اروپایی مثل آلمان داره میدرخشه و اونم داداشمون امیده. قربونت برم. فقط اینکه یه چیزی بگم، شاید بگم تو این 4 سال من 10-15 تا تورنمنت رفتم، مسابقه شرکت کردم، همیشه گذاشتم دیگه. فقط یه دونش توش نتونستم مدال بگیرم، اونم قهرمانی جهان بود، قهرمانی المپیک بود که به آمریکا باختم 3-2، اونم خیلی نزدیک. ولی توی هر مسابقاتی که رفتم، مثلا همین الان Hey, داداش. ای چمپیون. You good? How's everything? You escaped today, huh? I was physical. Well, I found out my arm was heavy gas out there. But you was top of them. They was not top of you. Holding my breath. It's okay. I was good. I have 1 hour session now. Very good. آره Yeah, go. تو همین 4 ماه من 3 تا تورنمنت شرکت کردم، 3 تا کاپ شرکت کردم، کاپ اروپایی. هر 3 تاش هم خدا رو شکر با مدال بودم. یعنی همین مسابقات گرند پریکس که ما 4 روز پیش رفتیم، 5 روز پیش رفتیم، ماشاءالله. 23 نفر خانم و آقا رفتیم، کلا یه دونه مدال گرفتم، برنز اونم من گرفتم. دمت گرم. بازی تو با حریف فیلیپینی هم دیدم. با فیلیپینی بود درسته؟ آره، فیلیپینی. فیلیپینی‌ها چقدر قدشون بلند شد. واضح صدا رو ببین مردم بازار، اصلا کشور مردم بازار. حالا یه چیز دیگه، آخرین بخش صحبتمون، هزینه یک ورزشکار، حالا ملی پوش نباشه، اوکی. بیاد تو آلمان یه خونه اجاره کنه، ورزش کنه شبانه روز و خورد و خوراکشو بتونه تأمین کنه از جیب یا بخواد؟ از جیب. میخوام هزینه خونه، خورد و خوراک و رفت آمد باشگاهش و باشگاهش میخوام بدونم. یعنی این 4 تا تو آلمان باشگاه چقدر هزینه شه؟ یه باشگاه بوکس خوب بری ثبت نام باشگاه کنی. بوکس خوب که اسمش فراینه، مثلا فراین خودمونم. نه برای میگم. مثال نه چقدر مثلا باشگاه هزینه؟ بوکس خوب 50 یورو. 50 یورو. هزینه خورد و خوراک چقدر در ماه؟ تو روزی باید کم کم هزینه برای ورزشکار 15 تا 20 یورو هزینه‌ات میشه روزی، میشه 20 ماهی یورو. 600 تا. 600 یورو، 650 تا حالا. هزینه خونه. ببین اینجا یه خونه هایی هست وگه بهش میگن، یعنی میتونی بری با یه نفر همخونه باشی، یه اتاقشو در اختیار تو میذاره، مثلا اونجا میتونی زندگی بکنی، بستگی داره از 250 تا هست، 300 تا هست، 150 تا هست، بستگی داره که اون آدمو پیدا بکنی. یه چیز معقول خوب. یه چیز معقول خوب همون در حد 300 تا میتونی یکی رو پیدا بکنی. 600 تا شد 900 تا با 950 تا. هزینه رفت و آمد و نمیدونم شما یه 4 تا ساپلمنت و خورد و خوراکی که ورزشکار اضافه، چیزای اضافه که نیاز دارن. هزینه رفت و آمد دویچ تیکت میگیری، یه کارتایی هست که مال آلمانه این و همه جا میتونی باش بری، سوار اتوبوس، سوار قطار بشی، ماهی 50 یوروه. بعد ساپلیمنشن مکملم بخوای تو یه دونه وی، یه دونه پروتئین هم بگیری، بعد همین نیم کیلویی هم بخوای بگیری، همون 50 60 ما میگیم 100 یورو در میاد. خب این 1200 یورو تقریبا تا حالا هزینه ها شده، ولی خب در کنارش حتما هزینه‌های درمانی هست، هزینه‌های چیزای دیگه هست، آسیب دیدگی هست، 4 تا ریکاوری هست، یه ماساژی بخوای بری، یه استخری بخوای بری، یه چیزی بخوای بری، تقریبا 1500 یورو میشه در ماه. اما چی؟ داره. تو زمانی که بیای مثل من توی اون باشگاه خوب باشی، یهو میبینی هزینه‌ات میشه نصف. باشگاه میگه قبول میکنه. خیلی خوب. و الان این چیزایی که پس اگه خوب باشه اسپانسر میشن، خودشون مثلا هزینه باشگاه رو ازت نمیگیرن، مکمل بهت میدن تا جایی که، چون این کارا رو دارن برای من میکنن، یهو میبینی هزینه خونت هم گردن میگیرن، میگن آقا ما میدیم، ولی ببینن که میتونن رو تو سرمایه گذاری بکنن و مطمئن باشن که تو قراره برای اونا افتخار آفرینی کنی. خب این ایران نیست یارو مربی حتی ازت چیز بگیره، ازش چیه؟ کرایه خودش هم از تو بگیره. خب پس در نتیجه اینکه
در یه کل ریسک باید بکنی 1500 تا ریسک کنین نه 1500 تا برای یه ماه. یه ماه 1500 تا برای یه ماه باید حداقل 6 ماه رو در نظر داشته باشی. اونقدری که رو خودت اعتماد خب داشتی. در نتیجه اینکه ما میخوام اینجوری بگم آخر کلام اینکه اول اینکه امید مرسی، قربونت برم داداش. دومی ممنون از که تو. در نتیجه اینکه شما اگه خوب باشی تو کشورت جز 3 تا باشی مهاجرت کنی برات خوبه. 1500 تا در ماه هزینت، حداقل 3-4 ماه باید هزینه کنی از جیب. بعد این 3-4 ماهی که هزینه کردی اگه خوب باشی در اون لول باشی میتونی اسپانسر بگیری، یعنی هزینه‌هات نصف بشه. بعد که شروع به مسابقه دادن کنی که کلا پول در میاری دیگه، نیازی است که هزینه از جیب کنی و همه هزینه‌ها رو در میاری. و در آخرم اینم میگم همه اینا بستگی به اون قبولی داره که بگیری یا آره دیگه، یعنی باید در اون لول باشی که یعنی دادگاه خودتو بهت نه ثابت نه 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 مثلا میری دادگاه اعلام میکنی قبول میشی روت حساب مثلا میتونی اینجا اجازه اقامت داری بتونی اینجا زندگی کنی. نه اونا ایشالله بچه ما معمولا همه میگیرن، اون اولیه رو همه میگیرن، بعد اولیه شروع میکنن دیوونه بازی دیگه نمیتونن بگیرن. آقا امیدوارم که راجع به شرایط آلمان متوجه شده باشین، حالا کسایی که میخوان مهاجرت کنن، حالا هر چیزی تو شرایط آلمان متوجه شده باشین و امیدوارم که همتون تو زندگیتون موفق باشین. فقط خواستیم آگاهتون کنیم که چجوری داستان، چجوری میتونی موفق شی، چجوری میتونی مهاجرت کنی و شرایطش چجوریه، چقدر میتونی در بیاری، چقدر سختی داره. مطمئنا هر راهی که شما میخوای تنهایی قدم برداری و ریسک کنی سخته، ولی آخر هر سختی یه لذتی وجود داره و اون لذت قهرمانی شماست. موفق باشید. عشق داداش.